آیفون 18 پرو مکس رو طراحی کنیم. این بار با چه شخصی؟ یوسف کول گیمر. بزن قدش. یاره از مشهد اومده. شم کجاست؟ شم؟ آره. شم تو آیفون آخه یزید. طراحی کن. من خودم یه بار طراحی کردم. ما طراحی کنم. دیگه نوبت شماست. ما به نظر ما گربه ای وسط. اندروید آن تاپ. اندروید آن تاپ. بچه‌ها یوسف S25 اولترا خریده. این پاورش هم بذارم. سخته دستت نمیرسه یزید. چرا نگاه کن. اینجوری میزنی دهنت سرویس. هم باتون که یه چیزی میزنن. بعد حالا برای که اینو تو جابجاش کنم پشیمون شدم. در نهایت چی میخواد بشه من نمیدونم. سینگل کامera. یعنی تو تصویر 3 بعدی دوست داری با گوشیت بگیری. خب 5 بعدی بگیر. آبم بپاشه مثل سینما 5 بعدی. کامera. بعد از بغل نگاه کن گوشی تو وقتی اینو گذاشتی تو جیبت میره آخه یزید. ببینم نه حاجی هیچ جوره نمیره. نگاه کن. اوف این واسه بچه‌ها عالیه. آقا ماشین مگه؟ سه چرخه. الان سه چرخش میکنم. ببین طراحی رو ببین. آها شبیه ربات باهوش شد. باریکلا. این برند لیاقتش نیست. اشتباه شد. خدایی این برند لیاقتش همینه. یعنی تو دیس کردی الان آیفون و آیفون. چون به اندازه یک ماشین پول میزنه که فقط بعضی همون سامسونگ کارایی داره. حتی نصف قیمت اپل مثلا یه سامسونگ پرچمدار میشه. واسه اینجا این به ذهن هیچ کی نرسیده بود تا حالا. تو فقط میتونی اینو ماشین کنی. نگاه یا هواپیماه اینجوری باش زنگ. الان ما راضیام با همین. تو الان دیزاین اینجا باشگاه میای بالاخره. واسه خودشه واسه درست کن. واسه خودش. پرواز. این الان بازاریابا واقعا به معنای واقعی میتونن بازاریابی کنن که چی میگن آقا با این گوشی میتونی پرواز کنی. ببین شما این مثلا یه دونه هواپیمای دیگه چرخاش درسته؟ دقیقاً. میری بعد اون پره رو جمع می‌کنی. رو هم تلفن بزنی. دستگیر از اینجوری بگیری. این خیلی خوب شد. چی شد؟ فهمونو میگیری با دهن اینجوری میچرخونی. این ما تمام. اینو میفروشمش. الان ته داستانه. به قیمت $156. ببینم چی نذاشتی روش. ما راضییم الان. آنتن نمیخواد هواپیما؟ چرا آنتن بزنه اینجاش میذارم. مثل چیز بشه. این بنزا. کدوم بنزا؟ بنزای کامیونی. خدایی آره. حالا پرزنتو اگه بزنی تیم کوک این گوشی تو به مردم ارائه میده. بریم ارائهش کنیم. با شروع 1000 قیمت رو $1850. بچه‌ها یه قسمت هم هستش که من یه آیفون طراحی کردم که میتونید بزنید روی این لینک و ببینید.